یکی از بهترین حرکات واسه بلند شدن عضله زیر بغل. لت سیمکش تک دست هست. چجوری اجرا می‌کنی؟ دسته تکی رو می‌ذاری روی دستگاه لت به این صورت. آرنج تو رو به جلو قرار میدی و به این صورت حرکت لت تک دست رو اجرا می‌کنی. وقتی اومدی پایین اینجا خود مکس می‌کنی و می‌بینی اینجا عضله زیر بغل دقیقاً اینجا به خوبی منقبض شده. مکس می‌کنی و یه فشار از قصد و عضله زیر بغل وارد می‌کنی به این صورت. بهتره که آرنج رو به جلو باشه و حرکت رو انجام بده. دقیقا همینجوری. این حرکت رو انجام بده و توی بلند شدن عضله زیر بغلت خیلی میتونه کمکت کنه موفق باشی.